هفته گذشته یا هفته جلوتر صحبتی از این بود که رئیس فرمودن، رئیس جمهور، که بالاخره یک سری بنبستای مطرح گفته که اگر کسی چیزی داره بگه، اگر پیشنهادی داره در رابطه با اقتصاد کو کاری نمیشه انجام داد. و بله بهترین برنامه اینه که اگر ما بخواهیم اقتصاد از بنبست بیرون بکنه و اقتصاد بالاخره مشکلات اقتصادی ادامه پیدا نکنه، سیاست ها را تغییر بدیم، بخصوصا سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و نگاه ها را عوض کنیم. تحریم ها را باید از بین ببریم و با تغییر سیاسی یا تغییر سیاست تحریم ها را از سر کشور برداری. ببینید که چند اقتصاد برمیگرده.